салом мегӯям ба ҳамаи шумо мухлисон, дӯстон ва подписчикони сомонаи Фарахноз лайв. умедворам ки ҳамаи шумо хубу саломат ҳастед ва барои бонувон мехоҳам ки ширкати Атомиро тавсия бидиҳам ки ба наздикӣ дари худро барои тамоми анҳами шаҳрвандони Тоҷикистон низ кушод ки дар тамоми давлат ин ширкат кору фаъолият мекард ва рӯзҳои наздик низ дар Тоҷикистон аллакай кушода шуд ва бисёре аз бонувони мо дар ин ширкат кор карда пули калон ба даст оварда истоданд ва ман мехоҳам ки дигар бонувоне ки дар хона нишастанд ва ё ки бонувоне ки мехоҳанд кори иловагӣ дошта бошанд ва он донишу духтароне ки мехоҳанд кор карда соҳиби пул ба даст шаванд пас ба ин ширкат регистратсия шаванд. Барои ҳамаи шумо Мадина Бону кӯмак мекунад ки худ дар ин ширкат муваффақ аст. Шумо метавонед ки муроҷиат намоед, кор карда соҳиби пули калон бигардед ва ман маошро дар зери экранҳои шумо мегузорам бубинед. غیر از این من یک چیز دیگر رو فراموش نسازم که این شرکت تمام محصولات هایی که کرایسکی هستند محصولات ها صفت بلند دارن برای تمام بانوانی که میخوان ماشین خود را نابود سازن و اینکه نرک های روی خود را نابود سازن و میخوان که خود را خراب سازن و نفرانی که میسر ندارن و میخوان که میسرشان برایند این شرکت کفالت میدهد با محصولات های خود که میتواند مشکلی های ما و شما را حل بسازد. این شرکت هیچ گاه برای شما ضرر نمی آورد و شما در یک سال یک مرتبه خریداری میکنید و بله شما هیچ گاه نمی سوزد. تنها درآمد رجیستراسیون می شوید و از این پس دو نفر دیگر را به از پس خود میبرید و بعدا پول کلان را به دست می آورید. صاحب هم پول و هم صاحب تحفه و هم صاحب محصولات های بهترین میگردید. پس به مدینه بانو زنگ بزنید. کارو شروع کنید. سعدی یوانی زنگ زده گوید که اتتا چتا بگو بیان خواستگاری. شما دروغ گوید؟ انار انار اناری نبری من اناری من ده دستی دل بری من کوکی منم 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 خاجبی کوکی منم میفهمونم که برنامه میدونیانه از 3 شرط عبارت است. یعنی شرط اول یک چند سوال ها را به شما پیشکش میکنم با یک کلمه جواب میگردونید ها یا نه. دیوم شرط باشد سوال ها از طرف مخلصان شما هستند. سوال ها را به شما پیشنهاد میکنم پورا جواب میگردونید. و سوم شرط باشد این بازی است. یعنی قطعه هایی که شما میبینید میکشاید میخوانید و اجرا میکنید. خب فرهناز اگر آماده باشید آغاز میکنیم. آماده اید؟ بله. عادت زود خفه شدن داره؟ بله. در کودکی دزدی کرده اید؟ نمیدونم. عاشق شدگی هستین؟ نه. از تاریکی میترسید؟ بله. با دیگر صنعتکاران همکاری دارید؟ بله. شما دروغ گویید؟ کم کم. ایگون کنسرت پیشتان کردگی هستند؟ بله. ارکچه خانتونی؟ ها. در نظر خودت خوشرویی؟ نمیدونم نه بفکرم. شوهر دارن؟ نه. دوگانه بسیار دارن؟ نه بپشه ندارم. با یگان هنرمند دیگر تقلید میکنن؟ بله. راسته که شما انسانی خوب نیستن؟ شاید. عادت خبرکشی داره؟ نه. جنگ اندازی چی؟ نه. در چکدان نام پخته میتونین یا نه؟ حالا نه. دختر پول دوست داره؟ نه. خوردن رو دوست میدارد؟ ها. از سوال من خفه هستین؟ نه. یک جهان تشکر زیاد. بهترین جواب ها میگذاریم به شرط دیمی برنامه. خب سوال ها از طرف مخلصان هستند. سوال ها رو من به شما میخوانم جواب میگردونید. خب فرهناز درباره خود کمک معلومات میدادید؟ کدام سال به دنیا آمدید؟ در کجا زندگی کردید؟ من یکمی ینوری سال 2003 در ناحیه وسه به دنیا آمدم و حاضر در شهر دوشنبه زندگی میکنم. خب بهترین فرهناز میگفتید که چرا محض انتخاب کردید کسب سرایندگی را؟ برای که من بسیار دوست میدارم همین کسب سرایندگی را، صنعت را بسیار دوست میدارم. همین سبب. خب بهترین اولین بار کی به صحنه برآمدید و کدام سرود را سراییدید؟ اولین بار در مکتب میانه در بین استادان و همصنفانم سرود را یک سرود تاجیکستان خوانده بودم و آن هم از سرودهای یکی از سرودهای اپای بنفشه بود. خب فرهناز بانو میشد که انا همان سروده که اولین مرتبه در مکتب میانه خواندید برای ما 4 مصرع را زمزمه کنید با آواز زنده البته.
میلش بوستانه چون تو جان پرور ندارم، غیری تو من دولتی دیگر ندارم، ثروت جز تو به بحر و بر ندارم، تو برای من چو گنجی به بهایی، تاجیکستان یادگاری آل سامان. سلامت باشه. یک جهان تشکر زیاد. سوال دیگر، در جدای صنعت استاد دارید؟ بله، ظفر کریموف استادم است. خب سوال آخرین فرهناز، یک سرود به نهایت شوخ دارید، اوچانبوی اوتانبوی، اگر امکانیت باشد برای من کمک آن را زمزمه میکردید؟ تزیق نشد در خانمان سه چار ماشین چه، اتم بای یکم بای خانه دمیر کچه، اتتا چتا بگو بیان خواستگاری، رازیان متیان جان تو ده. خب بهترین میگذاریم فرهناز به شرط سیمی برنامه. خب همین قطعه‌ای که شما میبینید میکشید هر یکی آنها را و سوال ها گذاشته شدن میخوانید، اجرا میکنید. خب مرحمت فرهناز، یکیشون را انتخاب کنید. خب به بلندتر. سعدی یوانی زنگ زده گوید که برای چی من شما را دیدن برابر خنده میگیرد. از کارگردان خواهش میکنم که رقم های تلفن اکای سعدی رو به شما دهند، شما زنگ زنید. خب زنگ زنید، آوازش رو بلند کنید. سلام علیکم. و علیکم. اکای سعدی گپ میزنه. بله. برای چی من شما را دیدم برابر خنده میگیرد؟ منم ها نمیدونم، خیلی خندوار بگیرم. بهترین و دیگرش میگذاره. مرحمت. یک لحظه زیقیتان را گوید. لحظه زیقی من او وقتی در زیق میشم که مادر خودم زیق بینم، مادر خودم مثلا پریشان حال باشه یا که یگان جاش درد کنه یگان وای باشه، من او وقتا زیق میشم. بچه اختار بسم الله الرحمن الرحیم. در مدت 20 ثانیه 20 دانه پیچین را خورید. بهترین. از کارگردان خواهش میکنم که برای شما پیچینی رو بیارن. پیچینی رو 20 دانه. 1 2 3 شروع کردیم. یک رقصی مردانه کنید. آنا بهترین. رقص زنانه که نمیتونم مال به مردانه. از کارگردان خواهش میکنم که موسیقی رو برای شما بیمانند. یک جا میرقصیم. بهترین فرهناز بانو به نهایت رقص زیبا میگذاریم به دیگرش. بسم الله. خدای شگم رقص کلام شد. با صدای گیتاره یک سرود زنده خونید. بهترین. مالش این بسیار سوال زور. با شما موافق آمده. از کارگردان خواهش کرده میشد که گیتار رو بیارند. انار انار اناری نبری من، هی اناری من در دستی دل بری من، سیاه چشمک میزنه از برای
میزنه از برایش، وای واسه جونم گردمم برایش. انار انار اناری نبری من، هی اناری من در دستی دل بری من. دوست دارم همیشه همیشه، عاشق تر از من کجا پیدا میشه؟ نمیشه نمیشه. کاکلی تو پریشه پریشه، وقتی که کوتاه کنی زیبا میشه همیشه همیشه. دوست دارم همیشه همیشه، عاشق تر از من کجا پیدا میشه؟ نمیشه نمیشه. کاکلی تو پریشه پریشه، وقتی که کوتاه کنی زیبا میشه همیشه همیشه.